سلام، من رضا قاضی‌زاده هستم و اینجا استودیوی آموزشگاه ماساژ اوم. به دومین دوره یا دومین ویدیو از فصل پنجم دوره آموزش رایگان کاربر ماساژ خوش اومدید. خوشحال میشم قبل از شروع این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان و علاقمندانی که میشناسید ارسال کنید. اگر هم از یوتیوب ما رو میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله یادآوری رو فعال کنید تا از ویدیوهایی که پیشتر براتون به اشتراک میذارم مطلع بشید. فراموش نکنید اگر میخواید از 100% پتانسیل های این دوره آموزشی استفاده کنید حتما توی سایت ommassagacademy.ir ثبت نام کنید. از اونجا این ویدیوهای آموزشی رو ببینید تا علاوه بر ویدیوهای آموزشی بتونید از آزمون‌های جامع و فصل به فصلی که براتون تهیه شده استفاده کنید تا راحت‌تر بتونیم این دوره آموزشی رو با هم به پایان برسونیم. این ویدیو اختصاص داره میایم صحبت کنیم راجع به استخوان‌های بدن و سیستم اسکلت بدن که در واقع یکی از مهمترین مواردی هست که شما باید یاد بگیرید. علاوه بر اون توی این فصل، یعنی فصل پنجم، خیلی مهمه که شما علاوه بر ویدیو فایل پاورپوینتی هم که براتون تهیه شده از سایت ثبت نام کنید، دانلود کنید، ببینید که بتونید همزمان با توضیحاتی که من میدم فایل رو هم داشته باشید و تصاویر مهمی هم که براتون انتخاب کردم رو هم ببینید. اما استخوان‌ها، دستگاه استخوانی شخص بالغ از 206 قطعه استخوان تشکیل شده. تعدادی از این استخوان‌ها غضروفی شکل هستند اما جزء همین سیستم اسکلت استخوانی حساب میشن. بخش محوری شامل ستون مهره‌ها، جمجمه، دنده‌ها و جناق سینه هست. بخش ضمیمه‌ای شامل استخوان‌های کمربند شانه‌ای، اندام فوقانی، کمربند لگنی و اندام تحتانی است. استخوان‌ها بر اساس شکل به 5 گروه یا دسته تقسیم میشن. استخوان‌های دراز، طول این استخوان‌ها چند برابر عرضشانه. بخش طویل را دیافیز و دو انتهای حجیم‌تر را اپیفیز می‌نامند. استخوان‌های کوتاه، طول و عرض این استخوان‌ها تقریباً برابره. استخوان‌های پهن مانند استخوان کتف و لگن، استخوان‌های کنجدی که البته یه دونه است و استخوان در واقع کشکک زانو هم گفته میشه که در ضخامت وتری برخی از عضلات واقع میشه مثل کشکک زانو. استخوان‌های نامنظم هستند، شکل خاصی ندارند مانند استخوان‌های ستون مهره‌ها. ساختار استخوان، هر استخوانی توی فرد بالغ از دو نوع بافت استخوانی تشکیل میشه: بخش متراکم و بخش اسفنجی. بافت متراکم استخوانی در تنه استخوان مثل استخوان هیپ یا مفصل رون یا استخوان ران هستش که علاوه بر اون جسم سخت یا متراکمی که در میانه این استخوان قرار داره، دو تا بافت اسفنجی هم دو طرف این استخوان قرار داره. بافت اسفنجی استخوان در قسمت میانی استخوان‌های پهن دو سر استخوان‌های دراز قرار داره که در واقع شما پیشتر تصاویرش می‌بینید. توی استخوان ران یه بافت منسجم و مستحکم که در میان قرار داره و دو بافت دو طرفی اون استخوان که در واقع کل این جسم استخوان رو تشکیل میده. و اما یه بخش مهمی که تمام عروق خونی در واقع تغذیه کننده استخوان‌ها توش قرار داره، بخش پریوست هستش که کار تغذیه خونرسانی استخوان‌ها رو انجام میده. حالا پیشتر توی تصاویر اینها رو میبینید و راجع بهش با هم صحبت میکنیم. اما اعمال کلی استخوان برای چی توی بدن هستن؟ اولین مهمترین وظیفهشون در واقع محافظت از ارگان‌های مهم بدنه. جمجمه از مغز محافظت میکنه، قفسه سینه از قلب، ریه، کبد، معده و روده ها محافظت میکنه و جایگاه حمایتی توی ساخت خون رو داره. خونسازی توی استخوان ها صورت میگیره. منبع از اصلی ذخیره کلسیم، فسفر، سدیم و منیزیم هم هستند. حتما این فایل رو داشته باشید، دانلود کنید و همزمان با توضیحاتی که میدم مطالعه کنید. و اما میرسیم سراغ ستون مهره ها. ستون مهره ها متشکل از 33 مهره هست که در یک ردیف عمودی واقع می شوند و در بین اکثر این مفاصل صفحات غضروفی لیفی به اسم دیسک وجود داره.
و دارای 4 انحنای مهم توی این ناحیه هستیم: انحنای گردنی، انحنای سینه‌ای، انحنای کمری و انحنای خاجی که اینها رو به تفکیک با هم بررسی میکنیم. اندازه هر کدوم از مهره‌ها از بالا به پایین به خاطر نیروی وزن افزایش پیدا میکنه، یعنی هرچی از قسمت بالایی به سمت پایین میاد اندازه مهره‌ها بزرگتر میشه. اجزای مهره رو بیان با هم بررسی کنیم. بخش حجیم یا جسم مهره یک قوس استخوانی شکل حجیمه که 2 تا پایه و 2 تا تیغه داره، یک زائده خاری داره و یک جفت زائده عرضی، یک جفت زائده مفصلی فوقانی و یک جفت زائده مفصلی تحتانی داره. حالا این هر کدوم از این زائده ها توی عملکردش خیلی تاثیر داره و در واقع باعث بهبود عملکرد این ستون فقرات میشه. مهرهای گردنی 7 عدد هستند که با عنوان C1 تا C7 نمایش داده میشن. خصوصیات مشترک این مهرها علاوه بر کوچیکیش زواید خاریشون هستن که شبیه به همن و سوراخ ارضی در زواید ارضیشون میبینیم که برای در واقع خروج سیستم عصبی از نخاع هستش. بالاترین مهره اطلس نام داره، مهره اول هست و فاقد جسم مهره‌ای هستش و مهره دوم اکسیس، مهره در سطح فوقانی جسمی دارای زائده‌ای به نام دندان هستش. این 2 تا مهره در واقع زیر جمجمه قرار دارن و در واقع ستون فقرات رو به جمجمه متصل میکنن. بعد از اون میرسیم به مهره‌های سینه‌ای یا تراسیک که 12 عدد هستند. T1 تا T12 نمایش داده میشن. خصوصیات مشترک این مهرها وجود سطح مفصلی برای دنده ها هست و روی جسم زواید ارضیشون زائده خاری این مهرها بلند و نوک‌تیز هستند. توی در واقع ناحیه تراسیک قفسه سینه، یعنی دنده های شما به این جسم مهره متصل هستند و در واقع قفسه سینه رو به ستون فقرات متصل میکنن. بعد از اونها میریم سراغ مهره های کمری که در واقع یکی از مهمترین بخش‌هایی هست که پیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. 5 تا هستن، L1 تا L5 در واقع ناحیه لومبار هست و خصوصیات مشترک این مهره هم علاوه بر اندازه بزرگشون، چرا که باید ناحیه گردن و ناحیه تراسیک رو نگه دارن، اینه که باید قسمت بالایی و پایینی بدن رو در واقع به ناحیه لگن وصل کنن. 4 گوشن، زواید خاری بزرگتری دارن و حجیمن. مهرهای خاجی هستند که بعد از مهرهای لومبار قرار میگیرن، با حروف اختصاری S نمایش داده میشن، S1 تا S5. در افراد بالغ مهرهای خاجی به هم جوش میخورن و یک استخوان واحدی رو تشکیل میدن به اسم استخوان خاجی. مهرهای دنبالچه‌ای هم 4 یا 5 عدد هستند که با نام اختصاری CO یا کو نمایش داده میشن. این مهرها هم به یکدیگر جوش خوردند و استخوان واحدی رو به نام دنبالچه یا کوسیکس تشکیل میدن. این میشه کل ستون فقرات شما از گردن تا ناحیه لومبار. خب تصویرش هم براتون گذاشتم اینجا، میتونید ببینید قسمت C1 تا C7، T1 تا T12، L1 تا L5 و S1 تا S5 و در نهایت مهرهای خاجی یا همون مهرهای کوسیکس هست که شما در راستای کل ستون فقرات و در ضمن همون انحنایی رو که راجع بهش اون 5 ناحیه داره صحبت کردیم رو میبینید. قفسه سینه رو بیایم با هم بررسی کنیم. قفسه سینه از مهرهای سینه‌ای یا همون دنده های تراسیک در واقع شکل میگیره و در ناحیه جلو توسط جناق سینه به هم وصل میشن. خود جناق سینه بخش قدامی یا جلویی قفسه سینه رو میسازه و دارای 3 قسمت دسته، جسم و زائده خنجری میباشد و جسم و در واقع میاد تمام این سر دنده هایی رو که از پشت به جلو میاد رو به هم وصل میکنه برای اینکه محافظت بهتری داشته باشه. این یک بخش انعطاف پذیری هم بین جناح سینه و مهرها هست که یک مفاصل خیلی کوچیکی هست که حالا پیشتر راجع بهشون صحبت میکنیم. دنده ها در واقع 12 جفت هستند در قفسه سینه، شیبی متمایل به جلو و پایین دارن
و هنگام تنفس تغییر شکل پیدا میکند. در بین دنده ها 11 فضای بین دنده‌ای وجود داره. هر دنده متشکل از سر، گردن، تکمه و جسم می باشد. جسم به صورت یک تیغه خمیده، دو سطح داخلی و خارجی در کنار فوقانی و تحتانی قرار می گیرد. این اصطلاحاتی در واقع دقت کنید در مورد خارجی، داخلی، فوقانی و تحتانی که داریم اینجا گفته میشه در واقع استفاده از همون اصطلاحات ویدیوی قبل می باشه که ما نیاز هست اونها رو بدونیم زمانی که داریم اینجا راجع به قسمت فیزیکی بدن در واقع در فیزیولوژی اندام ها صحبت میکنیم. با توجه به همون ساختار آناتومی راجبشون صحبت میکنیم. تو این تصویر هم که صفحه 47 این پاورپوینت هست شما استخوان های ناحیه قفسه سینه رو میبینید، دسته جناق رو میبینید، دنده ها رو میبینید، تنه جناق رو میبینید، زاده خنجری جناق رو میبینید و غضروف هایی که دنده ها رو به جناق سینه و به یکدیگر متصل میکنند و در نهایت در قسمت پشتی هم میبینید که این دنده ها چطور به جسم مهره‌ای ستون فقرات متصل میشن. میایم راجع به جمجمه صحبت کنیم. جمجمه استخوان های سر و صورت رو جمجمه میگیم. جمجمه شامل 22 قطعه استخونه که علاوه بر 3 جفت استخوانچه در ناحیه گوش، میانی و چپ و راست بدن قرار داره. 8 عدد استخوان پهن جمجمه که جداره حفره مغز رو در واقع تشکیل میده که مغز در بین اونها محافظت میشه. 14 استخوان دیگر صورت رو تشکیل میدن و مثل استخوان فک پایین، فک بالا و گاهن بعضیاشون مثل فک پایین متحرک هستن. توی تصویر صفحه 49 و 50 از زاویه در واقع کناری و روبرو استخوان‌ها رو می‌بینید. قسمت‌های مختلفش رو با رنگ‌های متفاوت نشون دادیم و هر کدوم رو اسمش رو قید کردیم که بتونید توی حالا تصورتون راحت‌تر داشته باشیدشون. بعد از اون میایم سراغ استخوان‌های اندام فوقانی. استخوان اندام فوقانی شامل کمربند شانه‌ای، بازو، ساعد و دست‌ها میباشد. کمربند شانه‌ای 2 تا استخوان ترقوه و کتف رو تشکیل میشن. ترقوه استخوان درازیه که در بالا و قسمت جلوی قفسه سینه قرار داره و در واقع زاده آخرومی یا آکرومیک هم گفته میشه و به اون زاده آخرومیک کتف متصل میشه. عذرخواهی میکنم. تنها استخوان بدن است که تمامی طول آن سطحی و قابل لمس است، یعنی در واقع از روی بدن میتونید این استخوان رو لمس کنید. تصویرش رو براتون میذارم و با رنگ سبز مشخصش کردم که بدونید دقیقاً کجاست. در قسمت نزدیک یعنی مفصل نزدیکش به جلوی جناق سینه متصل میشه و در قسمت انتهای دورش به اون استخوان در واقع تکمه‌ای سر استخوان کتف متصل میشه. استخوان بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم توی کمربند شانه استخوان کتف، یه استخوان پهن و مثلثی شکل هستش که در قسمت پشتی قفسه سینه قرار داره و این استخوان باعث حرکت آزادانه دست میشه. جالبش اینجاست که این استخوان خودش درسته که به دست و مفصل شونه متصله ولی خودش توی حرکتش به هیچ جا مفصل نمیشه و توسط یه تعداد عضلات نگهداری میشه. بعد از اون میریم سراغ استخوان بازو که یه استخوان طویل هست، 2 تا جسم خیلی محکم و بزرگ داره و بعد از اون میریم سراغ ساعد دست که از 2 تا استخوان تشکیل شده برای اینکه راحت‌تر حرکت رو بتونه ایجاد کنه به نام زند زیرین و زند زبرین که در واقع یک سر اونها به مفصل با استخوان بازو مفصل میشه، مفصل آرنج رو میسازه و سر دیگهش به استخوان‌های مچ دست وصل میشه. خود استخوان‌های مچ دست که در واقع بین استخوان‌های زند زیرین و زند زبرین و استخوان‌های کف دستی هستن. 8 عدد هستن. استخوان‌های کف دستی 5 تا هستن که دوباره بین اون 8 در واقع بعد از اون 8 استخوان مچ دست استخوان‌های کف دستی رو داریم و استخوان‌های انگشتان و بند هستند که در واقع این مفاصل کوچیکی هست که شما انگشتانتون روی اونها در واقع با اونها میتونه وضعیت خودش رو تغییر بده.
تصویرش رو براتون گذاشتم که انگشتان دست رو با بندهاشون مشخص کرده، با مفاصلشون مشخص کرده، استخوان‌های کف دستی رو هر 5 تاشون مشخص کرده، استخوان‌های مچ دست رو هر 8 تاشون و نحوه اتصالشون به زند زیرین و زبرین رو ببینید که زمانی که میخواید تصوری ازشون توی ذهنتون باشه، زمانی که میخوایم به صورت عملی اینها رو کار کنیم اینجا خیلی مهمه و گاهن از اینها توی آزمون هم سوال خواهد اومد. در نتیجه تصاویرش رو حتما به ذهن بسپارید. بعد میریم سراغ استخوان‌های اندام تحتانی که شامل کمربند لگنی، ران، ساق و پاهاست. کمربند لگنی متشکل از 3 قسمته: خاصره‌ای یا همون ایلیوم هسته، نشیمنگاهی هستش و شرمگاهی یا آینه. استخوان لگن یا هیپ یه استخوان پهن و مستطیل شکله که به طوری حول محور طولی خود 90 درجه چرخیده، یعنی از پهلو میاد به در واقع زیر لگن رو به هم وصل میشن. تصویرش رو توی صفحه 59 پاورپوینت با رنگ‌های متعدد نشون دادم که هر کدومش رو بتونید کامل از هم تفکیک ببینید و حتی نحوه اتصالش رو به استخوان ران ببینید که چطور به هم وصل میشن، چطور به ران وصل میشن، چطور به قسمت خاجی وصل میشن و خاجی چطور به ستون فقرات متصل میشه. راجب بعدی استخوان ران یا همون فمور هستش. استخوان بزرگ و درازی هست که در واقع از لگن مفصل میشه تا زانو که به در واقع به قسمت پایینی بدن هست و یکی از بلندترین استخوان‌های بدن هستش. تصویرش صفحه 60 این پاورپوینت میتونید ببینید با جزئیات. همه قسمت هاش رو براتون نوشتم و توضیحاتش رو هم که خودم توی هم بحث آناتومی پیشرفته با جزئیات میگم بهتون، هم این که توی کلاس های عملی با هم تمرینش میکنیم. میریم سراغ استخوان پتلا. استخوان کنجدی شکلی هستش که در واقع تاندون عضلات 4 سر از روی اون رد میشه و در واقع اون حرکت آزادانه مفصل زانو رو منجر میشه. بعد از اون میریم سراغ استخوان درشنی یا همون تیبیا. استخوان عمودی شکلی است که روی ساق پا میتونین احساسش کنید. توی تصویر هم میبینید که نحوه قرارگیریش رو توی پای راست، پای چپ از نمای خلفی و قدامی بهتون نمایش دادم که در کنار اون یک استخوان دیگه به اسم فیبولا هست که باز هم توی عین مچ دست که 2 تا استخوان داره، زند زیرین و زبرین، توی پا هم تیبیا و فیبولا هست که راحت اون بتونه حرکت آزادانه مچ پای شما رو منجر بشه. استخوان درشنی و نازنین. و بعد از اون میریم سراغ مچ پا. توی تصویر 7 عدد استخوانی که مچ پا رو در واقع تشکیل میدن و استخوان‌های تیبیا و فیبولا رو به مفصل مچ وصل میکنن، به در واقع کف پا وصل میکنن و مچ پا رو تشکیل میدن. بعد از اون استخوان‌های کف پایی رو داریم که در واقع توی تصویر کامل براتون شرحشون دادم که چطور هستن. عین کف دست از 5 استخوان تشکیل شده که بعد از اون به انگشتان و مفاصل انگشتان وصل میشه و این استخوان ها هم دارای قاعده، تنه و سر می باشند و از 2 طرف هر کدوم از این استخوان ها مفصل خاص خودشون رو دارن. میریم سراغ انگشتان پا. استخوان‌های انگشتان پا رو بهتون نشون دادم که دارای 2 بندن، طولشون، جسم مهره‌شون، نحوه اتصال و در واقع 2 سر مفصل شدنشون رو توی تصویر میبینید و میبینید که چطور به یکدیگر وصل میشن. چرا تصویر اینها رو حتما به ذهن بسپارید زمانی که ما داریم آناتومی رو عملی روی یک بدن انجام میدیم، ماساژ رو میخوایم انجام بدیم، نیاز هست که شما یه تصویر کاملی از این استخوان‌ها، نحوه قرارگیریشون، نحوه اتصالشون به هم داشته باشید تا بتونیم حرکتشون رو و در واقع فیزیولوژی حرکتیشون رو هم توی مفاصل با هم بررسی کنیم. توی مبحث بعدی
استخوان‌ها رو که با هم مرور کردیم میریم سراغ مفاصل. بخشی از بدن که 2 تا یا چند تا استخوان رو به هم وصل میکنه، یک حالت غضروفی شکلی هست که بین استخوان‌ها قرار داره و در واقع بهش مفصل گفته میشه. از نظر ساختاری مفاصل 3 دستن. مفاصل لیفی هستن، حرکت وجود نداره توی این دسته از مفاصل و متراکم هستن، مثل در واقع 2 تا استخوانی که به هم متصل میشن، مثل لبه استخوان‌های جمجمه رو میشه استخوان در واقع از مفاصل لیفی گفت. بعدی غضروفی هستند، مفاصلی هستند که کم تحرک هستند و 2 تا استخوان رو به هم متصل میکنن که تحرک خیلی خیلی کمی داره یا یک لغزش خیلی کوچیکی داره. دسته سوم مفاصل کاملا متحرک یا مفاصل سینوویال هستند. چرا بهشون سینوویال گفته میشه؟ چون این مفاصل توی یک کیسه‌ای قرار دارن، یک مایع مفصلی یا مایع سینوویال توی اونها وجود داره، مثل در واقع کار نرم کردن این مفاصل رو برای آزادانه حرکت کردن انجام میدن. در مفاصلی که سطوح مفصلی با هم تطابق ندارند، در این شرایط در حفره مفصلی یک غضروف به نام دیسک یا مینیکس قرار میگیره. حتما این اصطلاحات رو زمانی که راجع به مفصل زانو داریم صحبت میکنیم به گوشتون خواهد خورد و تصاویرش رو بهتون نشون میدم. توی این ویدیو اومدیم به صورت کلی سیستم اسکلت بدن و نحوه ارتباطشون با هم که توسط مفاصل اتفاق میفته رو با هم بررسی کردیم. تصاویرش رو بهتون نشون دادم، توی فایل PDF هست، میتونید از سایت دانلود کنید ببینیدشون و تصویر اونها رو تو ذهن بسپارید تا زمانی که میخوایم راجع به ارتباط مفاصل با استخوان‌ها با یکدیگر و مفاصل صحبت کنیم یک تصویر روشنتری از اونها داشته باشید تا بتونیم خیلی سریعتر و با کیفیت بیشتری بحث عملی این آموزش رو پیش بگیریم با هم. ممنون که تا پایان این ویدیو هم با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. سعی میکنم توی ویدیوی تخصصی که راجع به بحث آناتومی میذارم این مطالب رو به صورت واضح تر شرح بدم. توی کلاس های عملی هم حتما اینها با هم مرور میشه. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان و علاقمندانی که میشناسید به اشتراک بذارید. اگر از یوتیوب ما رو میبینید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله یادآوری رو فعال کنید تا از ویدیوهایی که پیشتر براتون به انتشار میذارم مطلع بشید. اگر هم حتما توی سایت ommassageacademy.ir ثبت نام کنید، چرا که بتونید از 100% پتانسیل های این دوره آموزشی استفاده کنید. توی سایت علاوه بر ویدیوهای آموزشی ما آزمون های فصل به فصل و جامعی رو براتون تدارک دیدیم که بتونید تمامی این مطالبی رو که بهتون آموزش داده میشه رو کاملا مسلط بشید و برای آزمون نهایی آماده بشید. ممنون تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.